بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام خدمت دوستا هموطنای عزیز. دوستا من رقم که در تصویر مشاهده منی امروز آمدیم در پروژه مردمی آبرسانی سرنگا. باز در اونجا در برنامه آبرسانی بود در جای حوض و در خود چای از اونا برنامه آبرسانی شد. دوستا پلان همی شد آقای استاد اخلاصی، استاد علامه مسئول مؤسسه فانوس. باز در اونجا دوستا و هموطنای سرنگا بچه ها امروز پلان همی شد که باز شکر بریم طرف دریای گیزاب. در اینجا آمدیم. اینجا دوستا منطقه بسمک است، بسمک پای اشکرآباد است. در اینجا آمدیم در برنامه تفریحی در کنار کارهای عامل منفعه. یک برنامه تفریحی داشتیم امروز در منطقه بسمک آمدیم. اینجا بخیر دیگه دریای چی است که سرچشمه از منطقه باتور، نه از منطقه باتور میاد ناوشه ولسوالی اجرستان، منطقه اجرستان در جدران میاد باز آوی شرقله. این اینجا دوستا برمونه دیگه خیلی جای لذت بخش، جای تفریحی دیگه. اینجا آمدیم امروز برنامه تفریحی داشتیم. بچهای سرنگا دیگه ماشاءالله در اینجا کباب کرده بود. این رقم میبینید رودخانه گیزاب است، نه اینجا گیزاب منطقه بسمک دیگه. آوی ولسوالی اجرستان از باتور تا منطقه بسمک از اینجا نیم ساعت دیگه در رودخانه هلمند گرد میشنه. آره دیگه بسیار آوی خوب، جای لذت بخش دوستا. در ادامه در کندی ژورنال بیننده باشید. جور و سلامت باشید. چه رقم استاد در نظر توی کباب؟ این کباب دیگه طبیعی ترین غذای که میتونه در تای آسمو پیداش نمیره دیگه. پر انرژی ترین شه؟ وزن که خورده همان دیگه که بیاران خورید. خاک بران خورده که تنها خورید. این کباب در جمع با صفای از دو طرف دوستا شیر و شکر میشه. پکا نکنم؟ سعی خدا اون که آشپاش آقای رادمنیش تایده، نه؟ آقای رادمنیش بسیار آقای رادمنیش هم ماشاءالله دیگه خوب فعالیت منه، نه؟ این خلاصه مور از مسیر دوزخ آورد در بهشت با خدا مایران من دیگه مور در کجا مبره همه بنده خدا در نظریم که از مو سیرم ده یک زمان توخی که نه کرای آوردار دیشته بده. دوستا در این طرف که میبینید دیگه کباب چوپان است. بچه های سرنگایی، قومای سرنگایی دیگه در اینجا ماشاءالله خوب تجهیزات آورده. بریم از آقای چی بود؟ محمد رضا علیزاده. از محمد رضا علیزاده که یک چند دانه دوبایتی ما که از تا میمدم میخوان ولی دوبای هشی پرسان بینیم هم میخوان مگه پرموش نکنم ما. خیر خیر ولی آخ دیدیم توت گلانه وی لندای پیراغی دخترانه. ماشاءالله ماشاءالله بسیار عالی آقا. دیگه سبود آخیرایی کندلو شارای مردو وی مردم تامت کده ده پای مردو. ماشاءالله قومای سرنگا دیگه اینی رقم دل زنده شد. دوبایتی بلد است کم بسیار جای خوب است سرنگا. سرنگا دیگه حیف شی رایش یکم خرابه. نه رایش هم بخیر نمی تو گرا که به کم بخیر جور میشه و دولت هم تازه کم کار منه. خوب پیدا گفت آقای کی استاد علامه باید برای من بگه. آخشامی بگار یک منو بله شد اخ نماز ماز باری دیده قضا شد اخ سایه بگا بله دیوال احمده وی کمر باریک
دیگه شروع خب دوباره دیوال آمده کمر باریک بله دیوال آمده باسا رخی عالی بود آقا این رقم نفری تو به خدا دوستا هموطنان عزیز جای شما خالی دیگه در اینجا کباب چوپان هستی که در اینجا قومای سرنگار هستی که بخی از اونگش گل باد میشه بیدار هستی وی پگیزه و پچمانو نه تور مټر پت ټایرونه وی 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 طرف میبینید دوستا شاخ بادام چوب بادام از این میده منه جمع منه بخشی کباب میره در اینجا اچل نه ما توخ نه باید تو چنگ جار منی چی جار منی ما ورده چوب منده که دیل بخشی چی منی کده برغنات برای الله بخشی طلا این طلا جار میشه هر کس گرفتار کار خوده دیگه این کباب منه این طلا جار منه این خاشه منه و دوستا دیگه لب دریا این جای شما خالی کباب بده اینی هم آقای استاد علامه استاد اخلاصی بچه ایشان آقای افتخار دیگه اینجا ایزاب میدیاره داریم فرهنگ روزگان دیگه آقای مستری نعیم ده اینجا آشپز است بخیر دیگه لب دریای گیزه هستیم منطقه بسمه مستری نعیم آشپز از بیشتر بود تو خویه چند شیخ هم تنهایی گرفته اینمی دو نفری مرسته اینی اضافیه مقصد اجازهشون باشد دیگه ما خود بوتل میزنیم از تو چاره تو در پیلا نمیشم آره اینی کسی اشپزا در نخنم ما یا نوش پست نشد پست کنیم بخ تاثیر از مدام مجاز نرفته نگید تو کل گیر در خود خیشتی ماشاءالله دیگه یا ما دیگه پخته هم خواهم از من چاره تازی کم نمیشه دوستا دیگه در لب دریای بسمک هستیم دریای گیزاب دیگه اینجی مچه دوستای سرنگایی برنامه ماهیگیری داره دوستا دیگه خیلی جای خوب لذت بخش است دیگه اینجی مردمای سرنگای امروز اینجا را دعوت کرده که در تفریح بری اینجا آمدیم بعضی ها اینجا یک مال کشته بعضی ها کباب منه بعضی ها ماهیگیری منه بعضی ها انگور جمع منه دیگه همه رقم هر کس گرفتار خود است اینجا استادای مکتبای سرنگان قنجقه از اینجا آمده دیگه اینجا تفریح بخیر امروز دیگه خیلی جای عالیه دوستا جای شما خالی خیلی جای لذت بخش و عالیه دوستا دریای ناوه دایه از اینجا عبور منه طرفی آقای رادمنیش هم دیگه به شدت مشغول کندون انگوره یه نمینجی خوب شیا بچه او نه دونو منجی نیم بچه رزه او نمونا والله خیلی خوب شه خیلی خوب شد یه تویت نداره اینقدر شفته یه چیز داخلش جای نمونه دمینجیش دوستا جای شما خالی دیگه
لب دریای گیزو هستی در منطقه بسمک. اینی رقم انگور دیگه کارش اینجی بودی که کلگی مو خوردی ازی لذت مو بردی دوستان.